هزاره‌های افغانستان میگویند که طالبان خانه‌هایشان را اشغال کردند و آنها مجبور شدند که از مکان دائمی زیستشان فرار کنند. یک گروهی هزاره‌های ولایت‌های دایکندی و اروزگان در کابل پناهگاه یافته است. هستم از ولسوالی گزه و از ولایت دایکندی که در زمان آمدن طالبان مثلا در منطقه که آمد، یک شب آمد دم خانه ما، بس یک سری گفت که از خانه باید بیرون شدیم. ما گفتیم ما با چه طرزی مثلا از خانه بیرون شدیم؟ گفتی زمینای ملکا که هست مال ما، شما نمیدونیم گرفتین و چی کار کردین، شما باید از این منطقه بیرون شدیم. ما گفتیم در نصف شب که نمیشه، مثلا والا اقلا بان که ما صبحکی بیرون شدیم. گفت نه باید نصف شبی بیرون شدیم. کاربرانی که این نوارها را به رادیو آزادی فرستادند میگویند که عائله‌های قوم هزاره از مال و ملکشان محروم شده و حالا در خیمه ها به سر میبرند. این صحنه همچون تخریب منزل عائله هزاره شهر داده شده است. مرد دیگری از دایکندی تاکید میکند که طالبان بعضی از پیشوایان قوم هزاره را حبس کردند. اینا نماینده های ما به محض در مرکز ولسوالی حاضر شدن، اونا را در بندیخانه بردن، اونا را بندی کردن. بعد از 15-20 روز که اینا در بندیخانه بود، با نیروی نظامی شب هنگام آمدن وارد منطقه ما شدن که هنگام شب بود. بچه ها و زن ها کلا همه وحشت کرده بودیم، حتی آمدن در ما هشدار دادن که خانه را ترک کنید. ما شب هنگام از خانه بیرون شدیم، شب در مابین زراعت زندگی کردیم. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال نوشته است که ماه اکتبر امسال در منطقه دایکندی طالبان 13,000 سابق سربازان حکومتی را به قتل رساندند. در همان ماه اکتبر طالبان تعقیب و اذیت هزارها را رد کردند. این یک تبلیغاتی بود که دشمنای امارت اسلامی البته به تمام دنیا تک‌پخش میکرد که گویا شیعه و سنی بین خود مشکل داره. هیچ مشکلی نیست. امارت اسلامی همه ملت را یک قسم میدانه. مشکل با هیچ اقوامی نداره، مشکل با هیچ مذاهبی نداره. منبع‌های قابل اعتماد به رادیوی فردا بخش فارسی رادیو آزادی خبر دادند که طالبان در میان بحث صاحب ملکی این منزل‌ها هزارها را از خانه‌هایشان بیرون کردند. آنها می‌افزایند که خانه‌های غصب شده هزارها به گروه‌های محلی نزدیک به طالبان تقدیم شدند. یک ساکن این محل غصب خانه‌ها را عملی غیر قانونی شمرد. در خود محکمه دایکندی، محکمه مرافعه ما قاضی نداشتیم. در خانواده اینا شاید 780 خانواده بیشتر میشه. خب اینا را چطور میتونه یک دفعه در مدت 10 روز 15 روز اینا را آدم کوچ بده مگه حکم محکمه از خلاص شد؟ آیا این در هیچ قانون در هیچ سر دنیا شبیه همه شما دیده اید؟ عائله‌هایی که در خیمه‌های کابل پناهگاه یافتند با زمستان سرد روبرو بوده زیاد امید ندارند که میتوانند به خانه‌هایشان برگردند.